وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. موضوع دومی که بحث مهمی است، ما الله متعال آیاتی داره و نشانه هایی داره، این که در ذات ما هست. این خود به خود نیروی محرکه درونی که ما رو شوق میده. علاوه بر این آنچه که وجود الله متعال اثبات میکنه آیات و نشانه های الله متعال. ما الله متعال رو نمیبینیم. یکی از دلایلی که شاید خیلی ها الان در بحث ایمان به الله متعال بحث میلنگن اینه که چون الله متعال رو ما نمیبینیم و چون نمیبینیم ابتلا قشنگیش به همینه، چون نمیبینیم. الله متعال اول قرآن که شروع میشه مؤمنون رو معرفی میکنه، میفرماید اولین صفتی که از متقین و کسانی که ایمان آوردن به کتاب الذین یؤمنون بالغیب. الله متعال غایب از دیده ما، از ذات الله متعال در دنیا قابل رؤیت نیست. لا تدرکه الابصار، چشم ها او رو نمیبینن. این چشم دنیوی قادر به دیدن الله متعال در دنیا نیست، اما در آخرت از الله متعال خواهانیم، همه ما آرزومندیم که انشالله نصیب بکنه رؤیت ذاتش رو. برای ما که باورمندیم به اینکه حتما الله متعال دیده میشه در روز قیامت، برای کسانی که الله متعال اونها رو بهشت وارد میکنه. در یکی از مشکلات اینجا ایجاد میشه و چون دیده نمیشه ایمان معنا پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. اگر دیده میشد خب ایمان دیگه اون موقع معنایی نداشت، ایمان معنایی پیدا نمیکرد. الان یکی از اسبابی که اصلا آزمایش الله متعال برای بندگان الله متعال آزمایش میکنه همین غیب بودن الله متعال و غیب بودن بهشت و غیب بودن دوزخ و غیب بودن ملائکه که ما نمیبینیم. همین اینا برای ما غیبه دیگه. وقتی صحبت میکنیم اینا همه غیبیاتی است که ما بهش ایمان داریم. این خودش اصلا ارزش ایمان در همین، ارزش ایمانی و تفاوت درجه ایمانی افراد در ایمانشون به غیب و به الله متعال که غیبه و همین سبب شده اگر الله متعال رو همه میدیدن دیگه اون موقع ایمان اجباری میشد نه اختیاری. ایمان اجباری دیگه اون موقع حساب و کتاب معنایی نداشت براش، دیگه بهشت رفتن و دوزخ رفتن دیگه معنایی نداره برای انسان. ما در باب ایمان به الله متعال چون الله متعال رو نمیبینیم، اگر انسان یک شیئی رو ببینه و آثارش رو هم ببینه اون موقع نسبت به این شی یقین کامل پیدا میکنه. اگر خودش رو ندید آثارش رو هم ببینه اون موقع باز هم ایمان پیدا میکنه. ما مثلا الان جریان برق رو چطور تشخیص میدیم؟ برق وجود داره دیگه. ما الان مثلا داخل کابلی که وجود داره، ما کابل رو اگر ببینیم، کابل که اصلا پوستی هم نداره، یعنی کابل لخت، ما برق رو نمیبینیم داخلش. اما آیا کسی میتونه بگه که برق نیست؟ چطور میفهمیم که برق هست یا نیست؟ اثر برق رو میبینیم. آقا این لامپ روشن شد بالا سر من، برق هست. خب یک کسی دیگه با خیلی میخواد چیز بکنه، نمیخواد لامپشو ببینه، یک دستی شما بزن به این برق. اگه شک داری که برق هست کابل بگیر، یک 4 تا همچین که شما رو چپ و راستت کرد، بعد اون موقع یقین پیدا میکنی که نبود. نیازی نیست هر چیزی که مشکل ما اینه که فکر میکنیم هر چیزی که میبینیم هست، هر چیزی که نمیبینیم نیست. در حالی که یکی از همین مسئله مثل روح، الان میگیم فلانی مرد، فلانی جلوی چشم ماست، بدن همون بدنه، چشم و گوش و دست پا همونه، افتاده روی زمین جلوی ما، میگیم مرد. کی مرد؟ فلانی مرد. کجا رفت اون دنیا. بابا این که الان هم اینجاست. نه، اصلش روح. اون روح چیه؟ این روحی که همه ما بهش باورمندیم که اگر از بدن خارج شد میمیره. این روح کی دیده؟ کی دیده این روح رو؟ کی میتونه ببینه این روح رو؟ قابل رؤیت نیست. اما ما اثراتش رو میبینیم. ما دیدیم که این وقتی از بدن خارج شد دیگه دست و پا کار نمیکنه، دیگه قلب حرکت نمیکنه، دیگه تمام اعضای بدن از کار افتاد، دیگه این جسم پیکری که الان روی زمین افتاده از بین میره. برای شناخت یک شی نیاز نیست که ما حتما ببینیمش. ما آیات و نشانه های او رو که میبینیم خودش دلالت بر این میکنه که این شی وجود داره. و الله متعال یکی از دلایل شناخت و راههای شناخت الله متعال آیات و نشانه هایی است که الله متعال قرار داده برای ما. و این آیات و نشانه ها فراوانن. یکی از دلایل شناخت یا وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال آیات و نشانه های فراوانی است، بی حساب. من قلبي الحيران
ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني